خدا یه ویروسی رو فرستاد، همه رو مات و مبهوت کرد. قدرتمندترین کشورها دارن دست و پا میزنن. باید نگاه به بالا کرد. اون کسی که باد در اختیارشه، طوفان در اختیارشه، رعد و برق در اختیارشه، سیل در اختیارشه، آب در اختیارشه. کافیست که آب روان سلولهای زنده بدن تو رو که حیات به تو بخشیده متوقف بکنه، اون جریان رو متوقف بکنه. الله ماده مایع و آبکی هست در سلولهای انسان، جریان داره به اسم سیتوپلاسم. این حیات انسان مرتبط به اینه. این که منجمد شد تو هم منجمد میشید. خلاص اگه متوقف بشه مرگت حتمی است. اللهی که ملک الموت در اختیارشه، اللهی که جبرائیل در اختیارشه، در سدرة المنتهی 2 بالشو باز کرد، افقو پوشون، مطاع ثم امین. باید با اون آشتی کنید. قدرت خدا را دست کم نگیرید. خیره به قدرت ظالمین و ستمگران و دیکتاتوران نباشید. گریه به درگاه اون. از خودمون باید شروع بکنیم، از خانواده باید شروع بکنیم. توبه نصوح لازم هست. توبه نصوح 6 تا شرط داره. چرا گفتن توبه نصوح؟ چرا قرآن این توبه رو توبه نصوح قرار داده؟ چون این توبه حالت ناصح داره برای صاحبش. تلاش میکنه که صاحبش هر 6 تا شرط این توبه رو عملی بکنه. اونقدر باش کلنجار میره تا اینو وادار بکنه که این توبه بکنه. یعنی توبه شده یک دوستی که داره اصرار میکنه، ناصحه، نصیحت کننده است که صاحبش رو نجات بده. اجازه بدید دوستی به اسم توبه در کنار شما باشه. اولین شرطش این که خالص برای خدا باشه. توبه شهرت و ریا نباشه. توبه به خاطری که فلانی بگن دیگه فلانی گناه نمیکنه نباشه. خالص. 2 ترک گناه، یعنی ترک مکان و افراد و برنامه هایی که تو رو تحریک میکنه به اون گناه. وقتی میگیم ترک گناه یعنی مکانی که دوباره تو رو به اون گناه تحریک میکنه، افراد و دوستانی که تو رو به اون گناه وسوسه میکنن، برنامه هایی که تو رو، چه تلویزیونی، چه مجله، چه کتاب، چه موبایل، همه رو ترک بکنید. 3 اظهار ندامت و پشیمانی و نفرت. هر وقت یادت میاد اظهار ندامت بکن، پشیمانی بکن به درگاه خدا. نه اینکه ناامید بشید، فقط اظهار ندامت. انسان مؤمن میگن اگر گناه صغیره مرتکب بشه، گناه صغیره رو مثل یک کوه بزرگی تصور میکنه که زیر کوه خالی شده، خودش هم زیر اون کوه نشسته. هر لحظه احتمال داره این کوه سقوط بکنه روش. گناه صغیره انسان مؤمن اینطوری تصور میکنه مثل کوهی که زیرش خالی شده، خودش زیر نشسته میخواد روش بیفته. ولی انسان منافق گناه کبیره رو تصور میکنه یک پشه سبک و کوچک روی بینیش، نوک بینیش نشسته. از زیر سبیلش یه فوتی میکنه، این پشه بلند میشه.
خدا نکنه نفاق در قلب من و تو نکته سیاه و کورشو بزنه. دیگه گناه کبیره عادت میشه، از لذت تبدیل به عادت میشه، مثل پشه‌ای میشه که رو بینی انسان نشسته، اینطوری سبک تلقی میکنی. خالص باشه، ترک گناه، اظهار نفرت، ندامت، پشیمانی. 4 تصمیم قطعی بگیره تحت هیچ شرایطی اگر گناه مساعدتر شد، موقعیت بهتر از قبل اوکی شد، بر نگرده. خیلی از زنهای هنرپیشه، بازیگر سینما، تلویزیون، فیلمهای مبتذل بعد از 60 سال بازیگری و ابتذال به درگاه خدا توبه کردن. وقتی توبه کردن، مغرضین فیلم هایی که اونها بازی کرده بودن بیشتر پخش میکردن. به یک عزیزی یک مدتی سر عروسی ها میرقصید، بهش گفتن حالا ملا شدید، حالا متوا شدید، یادت رفته چطوری سینه به سینه ساز میرقصیدید، چمدان عروس رو سرت میگذاشتید. خودش میگه گوشمو گرفتم جلوشون گفتم توبه نصوح، خدا یکیست دو نمیشه. من قبلا نمیفهمیدم، دیگه بر نمیگردم. پنجم این که توبه در وقت باشه. وقت 2 تا وقته، وقت عام و وقت خاص. وقت عام این که خورشید از مغرب طلوع بکنه، در توبه بسته میشه. وقت خاص اجل هر انسانی وقتی که از نافش این روحش کم کم بالا آمد، رسید به این قفسه سینهش، بعد رسید به حلقومش و دچار غرغره شد، دیگه در توبه تو صورت اون بسته شده. وقتی که روح به حلقوم رسید و به درجه غرغره رسید، در توبه تو صورت اون شخص بسته شده، وقتش تمامه. دیگه چشمش به یک جا خیره میشه، فرشتگانو میبینه، پرده بلند میشه، چون دیگه در توبه بسته شده. دیگه هر کسی تو اون لحظه توبه میکنه. ولی خیلی ها نمیتونن تو غرغره هم توبه بکنن. و شرط 6 اگر حق الناس باشه، باید هم حلالی به طلبه و هم رد مظالم بکنه. اگر قبل از این که حلالی به طلبه اون طلبکارش فوت کرد، این پریشان میشه. حالا باید چه کار بکنه؟ نیست. امروز فردا، امروز فردا، امروز فردا روش نمیشد. شیطان نمیذاره تا این که طرف فوت کرد، حالا دیوانه شده، شیدا شده، حالا کجا پیداش کنه؟ حق الناس رفت. برو خدمت خانوادش کن، بعد از هر نماز براش دعا بکن، اونقدر گریه و زاری بکن، خدا رو از خودت راضی بکن و از خدا التماس کن، خدایا تو اونو در دشت محشر از من راضی بکن، از خزانه خودت بهش بده، راضیش بکن. من فرصت نکردم، از دستم رفت. کاملترین استغفار سید الاستغفاری بود که آقا سید گفت، چون چند تا اعتراف درشه: اعتراف به عبودیت و بندگی، توحید ربوبیت، توحید الوهیت، اعتراف به گناه ها، اعتراف به نعمت ها. اللهم انت ربی، زمزمه بکن، اللهم انت ربی، بگو، با هم بگیم اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك
و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. هر کسی اول هر روز بگه اگر در اون روز فوت کرد بهشتیه و هر کسی اول هر شب بگه در اون شب فوت کرد بهشتیه.